سلام دوستان، امروز میخوام با هم یه باقلوای خیلی خوشمزه درست کنیم. مواد لازم برای این کار: خمیر فیلو یا خمیر هزارلا، پودر پسته، پودر هل، کره ذوب شده، شکر و آب. شما میتونید برای خمیرش از خمیر باقلوا که برای این کار هستش استفاده کنید. من چون توی کانادا هستم از خمیر فیلو استفاده کردم که از سوپر استور تهیهش کردم. برای اول کار یکم پودر پسته و پودر هل رو با هم قاطی میکنیم. بعد خمیر فیلو رو به آرامی باز میکنیم، یه لایه ور میداریم، دو قاشق روش کره ذوب شده میریزیم و خوب پخش میکنیم. فقط یادتون نره یه فکر خیلی مهم داره و اونم اینه که حتما آب اسپری کنید روش، چون اگه خشک بشه دیگه نمیتونید رولش کنید یا به شکل بدید. حالا این مقدار پودر پستو و پودر هل رو روی خمیر میریزیم، یه لبه کوچیکش رو تا میکنیم. بعد با سیخ شروع میکنیم به رول کردن. وقتی رسیدیم به آخر کاملا فشرده میکنیم و اگه دیدیم به هم نچسبیده لبهای آخرش آب اسپری میکنیم یا کره ذوب شدهمون رو یه ذره میزنیم که به هم میچسبن. بعد فشرده میکنیم و شکل میدیم و توی ظرف فرمون قرار میدیم. اگه یهویی دیدیم که یه ورقه جدا نمیشه، ما همون دو ورقه ور میداریم، ولی میایم آب اسپری کردن اون رو یه ذره بیشتر میکنیم. کرم رو دو برابر میریزیم، مثل اینکه برای دو تا ورقه داریم آب اسپری میکنیم یا داریم کرش رو میریزیم. چون این خمیری که ورداشتیم دو لایه بود، برای همین الان باید از وسط نصف کنیم و همین کارا رو روی همه خمیره باقلوا تکرار میکنیم. دوستای گلم، حالا آموزشم پر فوت و فنه. اگه خوشتون اومد سابسکرایب یادتون نره. چون بچه من عاشق باقلوا هستن، من چارتایی رو درست کردم و توی ایرفرایر به مدت 6-7 دقیقه میذارم تا کاملا سرخ بشن و رو شربتش رو میریزم و تمام. ولی توی باید فر 180 درجه باشه و 180 درجه و به مدت نیم ساعت، ولی توی ایرفرایر به مدت 6 دقیقه یا 7 دقیقه میتونید بپزید. یادتون باشه که این خمیرها رو باید کیپ هم بذارید، چون کیپ هم نذارید همه جاشون خشک میشه، همه جاشون سرخ میشه و خشک میشه و شکننده میشه، زیاد خوشمزه نمیشه. بعد اینکه همه رولاتون آماده شد با فرچه روی باقلواتون کره ذوب شده یکم هم بزنید، هرچی کرهشون بیشتر باشه بیشتر خوشمزه تر میشه و بعد برشاشون رو انجام بدید. هیچ وقت بعد از پخت برش انجام ندید چون کاملا خرد میشن. باید اول برشاشون رو انجام بدید. حتی اگه قراره شکلی بهشون بدید، شکلی باید شکلشون داده بشه بعد توی بره. این فاصله که ما باقلوامون رو توی گذاشتیم شربتش رو آماده میکنیم. شکر، آب و یکم هل میریزیم تو قابلمه، میذاریم به جوشه و قوام بیاد. وقتی باقلوا طلایی و خوش رنگ شدن شربت داغ رو میریزیم روشون و 10 دقیقه صبر میکنیم.
حالا شربت اضافهش رو میریزیم تو ظرف دیگه و باقلواهامون رو که خوش رنگ و ترد و خوشگل شدن توی ظرف خوشگل میچینیم و ازش لذت میبریم.